айра усу бо як кафе дига ҳам хайдига тоҷика ина ҳама ба проблема сумошун тамом шудагиа сеюм сутка нони хӯрданӣ надорад. این شکایت امامعلی ساکن خوجند است که با صدها نفر در قرقیزستان درمانده است. امامعلی ویدیویero از ولایت بوتکند فیرستاد. او و همراهانش میگویند 3 روز است که عقبه ولایت جلال‌آباد بسته است. 3 روز ای ترما شدن پول مول مردم تمام شده. مقامات قرقیزستان میگویند در واقع عقبه ولایت جلال‌آباد را بنابر خطری ترما بستند. امامعلی شرایط داخل ماشینی را نشان داد که مهاجران را از قرقیزستان به قزاقستان میرساند. از بس که سفر با نقلیات زمینی به روسیه ارزان است، صدها مهاجر تاجیک اول از خوجند به قرقیزستان میروند و سپس راهشان را ادامه میدهند. یک مهاجر برای رفتن از تاجیکستان به روسیه با ماشین و اتوبوس بیش از $100 خرج میکند. نه تنها مهاجران تاجیک بلکه صدها مهاجر ازبک و قرغیز با اتوبوس به روسیه سفر میکنند و حالتهای زیادی هلاکت آنها در صدمه‌های نقلیاتی به مشاهده رسیده است. ماهی ینور در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس مسافربر در قزاقستان 52 مهاجر ازبک هلاک شد.